میرسد. به این مناسبت مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. رمضان در حیات مسلمانان ایام آزمایش اراده، صبر و تحمل و به کمال رسانیدن دیگر خصلت‌های نیک انسانی به حساب می رود. یکی از حکمت‌های اصلی ماه شریف رمضان در آن افاده می یابد که انسان با احساس گرسنگی و تشنگی از حالت یتیمان و معیوبان، بیماران و احتیاجمندان و شخصان کم بضاعت بیشتر آگاه می گردد و برای آسان نمودن مشکلات آنها موافق امکانیت و توان خود دست کمک دراز می کند. یعنی روزه‌داری در طبیعت آدمان پیش از همه پاک نگاه داشتن دل و زبان، ظاهر و باطن، با معامله نیک و مهربانی به جا آوردن عزت انسانی و رحم و شفقت را بیدار می سازد. مردم مسلمان ما در این ماه مبارک به عیادت پدر و مادران و بیماران و کم بضاعت ها می روند، به یتیمان و معیوبان و شخصان احتیاجمند کمک می رسانند تا که با چنین اعمال خیرخواهانه صاحب ثواب بیشتر گردند. پرهیزکاری و لطف و احسان به اهل خاندان، خویش و تبار و همسایه ها و یار و دوستان، خودداری کردن از عملهای ناشایسته، اجرای کارهای خیر و ثواب و ارزش‌های دیگری هستند که رعایت آنها در این ماه مبارک به مسلمانان واجب دانسته شده است. فضیلت دیگر ماه رمضان در باطن هر یک مسلمان تشکل دادن خصلت جوانمردی و سخاوتمندی می باشد. طبق سرچشمه های معتمد، سخاوتمندی و جوانمردی و غمخواری و دلسوزی رسول اکرم در ماه شریف رمضان دوچند می شده است. در برابر این دادن صدقه فطر و عموماً همه گونه خیرات و صدقه